امروز ما برادرای عزیز خلاف راه پیامبر رفتیم. ولی بسیاریان یک زن میگه مرا زنگ زد گفت این مردکم فقط میگه که زن دویم و سوم گرفتن سنت پیامبر ای. من بر او گفتم احترام من سنت پیامبر نیست؟ آیا مقصد تامین خانواده تا خوب کردن سنت پیامبر نیست؟ آیا با زبان شیرین قدیما صحبت کردن سنت پیامبر نیست؟ آیا پدر و مادر مرا یک همچون به حیث مهمان فیرات کنی در خانه احترام شو کنی این سنت پیامبر نیست؟ فقط همین زن دویم سنت پیامبره. گفتم آفرین به شما، آفرین به همین زنهایی که با سوادن، زنهایی که مقصد دانش دارین، خواندگی، تعلیم دارین. آفرین به شما. این گپی شما گفتم بینیایت گپی بلند است.